مازاد بزرگ دوستکی عجله میاره بود کرد آقای بچه‌ها ماما جانا توزر بزرگ دوستکی بوتين من عجله میاره بود کرد أشي بدو كان مرو مش شوية جاري بس فكرة كان حاضرة ما هي بس فكرة غزة حاضرة روديس فلات شكال أول شيء شر مكان شر مكان شر وزنية ما مكان مهدي ومهدي ايش خبر هوا بس شر مكان بس مردين مكان حسب انها بكتنكم أنت ماما مالك جاك جانيت أوابيني أوابيني بس أو شغلة زي شيء الآن بس أوابيني بس أوابيني 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 مهدي بس حويك خستاني أنا بس بس يتد بدي خسر بس فنانة كتان خود تواريكن مردين دونا چی بود دوکن؟ بس تواريكن بس فنانة كتان خود شو عبين مردين شو كلام خبره ما تسبه كلام لو دارش والله ما سنعرف شو بدي خون
Koşuyor nasıl yana düşüyor nasıl. Ben nasıl şuradan yaptım. Şu an dur. Anam bu çiğ hoş. Bastani komalı. Akım mama. جوان بخور جوان مردی خودتو بنالی چکولنی بسته Sana bir kuş değil mi Tola? Mama. بله Jag var igång på det. بخور اسم چا او دیگه مردی کردم هیا دیس چی بیکنی الان ها اسم چا بینه جاری پیشو بینه Ja, jag var igång på det. أول شيء أول ليوان هذا أول Ja. نوشی گله Özellikle نوشی گله burası da. Mamlar oldu kan. Ha şu hazır mı? باشه ما از خود برو مردی زستن جاکتن گردنم ببرم هم بلوجره اینا خوتیه چی درسته که؟ چی درسته که؟ وزارت درستی کم کرده خوش کن سلای بریم
وزەرفەکانی لەسەرە و سەرفەکەی پەشمی شیشەیە ئەوەی شتێکی تا تەرمامەتر. الذهب. هاتي الذهب. مهدی زۆر پاکوونی توێ. ماما بشي. شبیه کێیە؟ ماما. تۆ پشیت؟ ماما. Ama hazır değil. مهدی؟ خالاتواتی لە چییە؟ هیچ شمسی بعدیه مهدی؟ بله اوکی چی؟ همون برم به جنگ هم میرم بوم بوم بومبا چاپ چاپ چوب چوب ئەسپەکەت ناوی چێ مەسی؟ اسپریت چی؟ ناوی چێ ئەسپەکەت؟ ay aha tane mevki tane bumran bumran tane mevki tane mama چی ماما؟ bumran okay bumran چ ناوێکی خۆش. رنگ بخاطر که بومرنگ همون رنگی هست مثلا صورتی بنفش نارنجی آبی سبز چون که ماما اشترم بومرنگ همون رنگ کنیه بنفش صورتی آبی سبز نارنجی قرمز تازه ئەو ناوای ئولی بم پێ مەدیس کرد. ناوای ئولی لەژێر فاتە.
رنگی بستی توه. سلام. هاتون. تا تا. هم سامو. سامورایی. ها. شمشیر رو هست. ماما دو جوانم جوانم؟ دو جوان. مهدی زنی کیه؟ بس دیگه ببید. سلام خوبی؟ سلام خوبی هوا؟ خوش اومدیم. خوبی خاله؟ حالت خوبه؟ خوش اومدی بفرمایید. برو کنار بخوری سردت نشه. سلام خوبی هیوا؟ خوش اومدی خاله، چقدر دلم برای تنگ شده بود. خوبی؟ سلام. خوبی خاله؟ بدت شم. سلام خوبی سهر؟ خوبی؟ خوش اومدی حالت خوبه؟ مرسی. چرا زحمت کشیدی؟ مثل همیشه تو چرا خودتو به زحمت می‌ندازی؟ خوبی سهر جان؟ خوش اومدی بفرمایید. نه من می‌بندم شما بفرمایید. مرسی. خوبی؟ مرسی. چه خبره حمیدی جون؟ قربانت سلامتی دیم. کاربار چجوریه؟ قربانت. خوبی سهر خوش اومدی. حالت چطوره؟ آقا چنگیز دست درد نکنه. چرا زحمت کشیدی؟ مرسی لطف کردی. آقا چنگیز حالش چطوره؟ خوبه؟ مرسی سلامت باشه. خوبی هوا؟ چجوریه؟ قربانت خوبه میگذره. خوبه والا بد نیست. چه خبر؟ هیوا خوبی؟ میری مدرسه؟ خوش میگذره؟ خوش میگذره که نمیای به من سر بزنی. خیلی وقت نیومده بودی. مرسی. چه خبر؟ انشالله که موفق باشی. سلامت باشی انشالله. چقدر کار خوبی کردی اومدی. براتون بشم. خیلی یادشون کردم. قربانت مرسی. دلم تنگ شده بود براتون. براتون بشم. مرسی قربانت. هوا بیا برج هیجان بازی باش. کافشن بده. کافشن تو بذارم. بده کاپشنتو بده به خاله. زحمت نکش نکش. میکنم. جان بخوره داری بریم. دست در نکنم. خواهش میکنم.
بیار کاپشنتون سر جان. زحمت نکشی. نه بذار بابا باشه، تو نه خود. بابا چیزا ای. چقدر خوشگلن. شماره گذاری کردم. هوا این چند روز خیلی سرد شده. نه. آردین میگه مامان خیلی سردمه وقتی میرم مدرسه نیست که راهش دوره میگه اذیت میشم. ماردین هم خوبه. قربانت خوبه اونه. چه دست میزنی. آره والا وقتی درس خوندنش از اون برم سر کارم که میره نمیدونم اونجا یکم خسته میشه میگم نرو میگه نمیتونم. اون پیش اون آقایی که کار میکنه میگه خوبه مغازش زیاد شلوغ نیست میتونم درسمو بخونم. کتاباشو میبره مغازه یا ها رو میبره بعضی وقتا اونجا میکنه. خیلی سختی میشه. آره والا سخته برای ماردینه ولی دیگه چاره ای نیست دیگه محمود با ما اونجوری کار کرد. کردی؟ نه شکایت نکردی؟ از اون؟ والا شکایت نکردم. چرا؟ والا میگم بده بالاخره عموی بچه هاست زشته برادر شوهرمه من احترام براش قائلم ولی نمیدونم چرا با ما اونجوری لچ کرده. گفتم یه مدت اونجوری بمونه تا بلکه خونه رو دوباره بهمون تحویل داد. فعلا که اینجایی. برو ازش شکایت کن. زندگی خونه تو بهت کردی به خاطر اون که ناراحت نشه. والا چی بگم سهر هر کاری میکنم نمیتونم خیلی ها میگم برو شکایت کن ولی روم نمیشه. میگم هر چی باشه عموی بچه ها نمیدونم اصلا تصمیم بشه یه بارکی تصمیم گرفت یه بارکی گفت بچه ها رو باید بدی به من مگه میشه من بچه ها رو به محمود تحویل بدم. نمیتونستم این کار رو بکنم. دسته خونه دیگه بابا فقط با خوب کشی. یه دست عددی تو بکشی کن نکردی. یه دست من باید بری شکایت کنی. من 100% شکایت کنی. به خاطر بچه ها. هیچ نداره والا سهر نمیتونم فعلا. باید یا دوری بچه ها تعامل کنی یا بری شکایت کنی. نمیتونم بچه ها رو بهش بدم نمیتونم برم شکایت کنم خونه رو پس بگیرم. ما رو آواره کردی من خونه زندگی خودم هیچ مشکلی نداشتم. الان یه کاری کرده خودم مثلا نمیدونم چه خاکی تو سرم بریزم از اون وقت خودم برم خیاطی میکنم کار نمیدونم اینو نگین انجام میدم از اون وقت ما دید ما نمیتونیم برسونیم رفته مغازه یه جای کار بکنیم. الان من موندم بازم با این کارا نمیتونم برسونم تو این وضعیت. بالاخره 2 تا بچه‌ن مدرسه میرن اجاره خونه میدم اینجا اونجا خونه خودم بود اجاره خونه نمیدادم همه چی دست خودم بود عادت کرده بودیم ولی الان دیگه اومدم اینجا خونه خودم رو ول کردم یعنی نمیذاره قفل در رو عوض کرده به خدا قفل عوض کرده. اون روز ماردین رفته خونهشون گفته عمو حداقل بذار ما وسایلامون از اینجا برداریم. گفته من نه وسایل میدم نه خونه رو میدم به شرط خونه رو میدم که مامانت باید بگه من بچه هامو 2 دستی تحویل عمو محمود دادم بچه ها رو بده به من خونه‌شو رو میدم وسایلا رو میدم کلا برای مامانت. گفتم من خونه بدون بچه رو میخوام چیکار؟ من میخوام چیکار وقتی بچه نداشته باشم خونه رو میخوام چیکارش کنم. یه روز بیا با هم بریم پیش آقا محمود. حرف چیه دیگه؟ به خاطر بچه ها گناه دارن. خیلی سختی میشه. والا سهر من خودم رفتم چند نفر رو فرستادم با خانمش صحبت کردم این حرفش فقط یک کلمه است میگه بچه ها رو تحویل من میدی خونه و هر چی که داری تحویل خوده یا بچه ها یا خونه. من بچه ها میخوام من خونه رو میخوام چیکار؟ تو هم برو شکایت کنی دیگه؟ شکایت رو نمیتونم چون هی میگم تو دل خودم 100 بار مرور کردم میگم اگه شوهر هم نباشه به خاطر اون عشق و علاقه ای که من نسبت به شوهرم تو دلم دارم نمیتونم از برادرش شکایت کنم. اون نمیدونم چه جور دلش اومد با بچه‌ی برادرش این کارو بکنه.
سهر یه کاری سراغ نداری والا با خیاطی نمیتونم خرج این بچه ها رو در بیارم. ماردینم که تازه شاگرده، یعنی اونجوری پولی بهش نمیده اون صاحب کارش. یه کاری باشه من مثلا میرفتم بهتر بود. این نمیتونم با خیاطی فقط این خرجی دوتا رو در بیارم، برام خیلی سخته. حمیدی جون، جان یکی از همسایه‌مون پاش شکسته، پاش شکسته، دنبال یه کارگر میگرده. گوسفند دارن، 3 تا بچه دارن، خیلی. اونی که گوسفند داره؟ آره، اونایی که داره بیچاره. نمی‌دونه کاراش برسه. نمی‌تونی بیا واسش کار کنی، یه کارگر نیاز داره. والا سهر من کار گوسفندی رو انجام ندادم، اصلا از گوسفند میترسم. یاد میگیری کردن دیگه. آقا شهرام خیلی خانواده خوبی هم، خیلی محترمم. راهنماییت میکنم، بهت میگم مثلا چیکار کنی چیکار نکنی. اینجوری هم نیست که تنها بری چی یاد نمیگیری. نه واقعا خوبم، واقعا خانواده محترمی هم. آقا شهرام خیلی خوبه. بریم مثلا معرفیتون میکنم، بریم ببینیمشون، کاراش هم انجام بده. اگه تونستی برو انجام بده، اگه نتونستی که هیچی دیگه. باشه حالا صحبت باشون ببینم میتونم. اگه زود فردا برم اولیشو بعد ببینم میتونم کارشون چیه، من ندیدم که. راهنمایی میکنن دیگه، میگم مثلا گوسفندا رو اینجوری بدون اینجوری درست کن، راهنمایی میکنن. خیلی خانواده خوبیه. مورد اعتمادن. آره بابا سهر خیلی دیدم یکی دو بار دم در شما، اونی که با بچه هاش اون روز دم درتون بود. آره با هم حرف میزدیم، با هم حرف میزدیم و پس برگشتن. اون نایکانه. آره دیدم خانم خوبیه ولی خیلی خوبیه، خیلی محترمه. بری اگه برو، اگه تونستی کاراشو انجام بده، اگه نتونستی نمیتونی. آره یه خوبی هم داره که بالاخره داخل خونه خودم میتونم خوبی برگردم. هم بهت میدن ها. ولی من مثلا پنیرش هم اونجا میاری، واسه خودت پنیر میاری، نفت میاری. سهر اگه صحبت کردی شب بهم زنگ بزن، من فردا برم دیگه ببینم چجوریه. من یه امتحان کنم، اگه دیدم از پسش برمیام که میرم. اگه تونستی برو، یه ماه لازم بری کارشو انجام بدی تا خود. آره یا باید یاد بگیرم. هم ثواب داره، منم هم لازم خوبی هم بگم. بهت میدن. از خیاطی و این میگیم زدن بهتره دیگه. نه خیاطی رو که نمیتونم خب باشه، بکنم، نمیتونی ولی بکنی، حداقل خوبه. اضافه بشه. خمیر واسه بچه‌ها درست کردم آوردم. سهر مرسی دستت درد نکنه. چرا زحمت کشیدی؟ ماردین میگفت خاله سهر دیگه دست بخورش انقدر بریم خونه خاله سهر یه چیز درست کنه من بخورم. مرسی سهر دستت درد نکنه. دیشب درست کردم، حواس بچه‌ها رو گفتم خدا اجازه بده. مرسی زحمت کشیدی. خواهش از مثلا بشقاب بیارم. سهر دستت درد نکنه. مرسی زحمت کشیدی. دیشب درست کردم گفتم خدا بچه‌ها دستت درد نکنه. مرسی. مهدی ببین خاله چی درست کرده. بیا بچه بیا بخورید. بیاید بخورید. بیا بیارم. بیاید. مهدی جون ایوا بیا. یه چنگل بیار ماما. یه چنگل بیار. قربونه. ندارم چنگال. نداریم اینجا چنگل. این عزیزم. آی هیوا ماما جون. آی بی دست ماما جون. فقط سهر برای ماردین نگه دار. چشم واسه واسه مردینم نگه میدارم. چشم بیا اینم باید واسه مردین. نه دیگه ماردین همه رو نمیخوره. بذار بچه ها بخورن. برداشتن دیگه. سهر بذار بچه ها بخورن. ماردین همه رو نمیخوره که. هیوا جون. تو منو کجام کردی دیگه بس دیگه منو کجام کردی سهر خیلی وقت بازار نرفتیم. آره بیا بابا بریم یه روز بریم. وسایل خیاطی لازم دارم. وسایلم همه تموم شده. یه روز بریم. چشم بریم وسایل رو بخرم. بیا بریم دست درد نکنه. بشه جونه این تنده این من ها عوض کن دیگه. سهر خودتم بخور.
خیلی عالی آره شد. اینا هر چقدر بمونه خوشمزه تر میشه. دست درد نکنه، خیلی خوشمزه شده. مرسی. قربونه. هی بیبی ماما. از خوشمزه است؟ قربونه. سهر سس تند ریختن. آره. زبونشون سوخت. آره آره. بخورین عادت کنین دیگه. اینو بذار اینجا. اینجوری. بس. سه، دو، یک. بخور. مهدیس بخور. هیوا بیا بخور. چرا؟ عزیز بخور. این برج چی بود نه واسه هیوا؟ معدن نگه دار. هیوا این برج چیه؟ برج ایفل. هوا مهود حدیث دیگه حدیث رو در بعد از دو ما دست درد نکنه سهر مرسی. جونتی. دست درد نکنه خیلی خوشمزه شد جون. مرسی. زمان درش نکنه. یه بازی هم اونجوری ها. اونجوری رو هم میزنیم. خیلی خراب شد دیگه. آقا رو پتی رو بخاطر هم بود. من نرفتم من درست نمی‌کنم من درست نمی‌کنم نکو ماما خراب شد اینه نیزی برام نکرد. من مال خودم رو خراب کردم حدیث زود باش با سرقه دوستان خراب الان تو به هیچ تو اصلا اینو درست کن به هیچ اصلا فکر مالی منو این چه مدلیه؟ چقدر خوشگله. آفرین آفرین. من دو تایی حمیدی جان جانم. سابکار مردین چجوریه؟ خوبه؟ والا سهر یکی دو بار دیدم. ماردی میگه خیلی مرد خوبیه. خدا رو شکر. میگه مرد خوبیه، مثلا سختگیر نیست. که اونجا هم میتونم درسامو بخونم، کتاباشو میبره. بهش گفته هر وقت کاری داشتی زودتر رفتی مثلا بهم خبر بده قبلش، چون مهدیس و ماردی میبره مدرسه اینجا. ماردی رو میبره، مهدیس رو میبره. خوبه، میگه خوبه. یکی دو بار دیدم. بار اول که دیدمش برای کار رفته بودیم، یه بار دیگه هم رفتم برای ماردین غذا بردم. فعلا آدم خوبی اونجوری مشخصه، مرد خوبی. پولش چجوری میده؟ ماهیانه میده؟ روزانه میده؟ والا پولشو ماهانه میده، روزانه نمیده. گفته البته بهش گفته هر وقت پول لازم داشتی بهم بگو. قرار ماهانه بهش بده. گفتم ماهانه بهتره دیگه، ما به خاطر اجاره اینا سر ما خوبه. اینطوری اصلا نمیفته. مام اما برای نداره. آخه سرد زود بریم حالا باشه؟ دیگه سرد زود بریم هوا باشه. کاپشنتو بپوشین. کاپشنات رو بپوشید، کاپشنات اینجاست.
باشه ها کاپشنتون رو بپوشید زود برگردید باشه بریزم بابا بینو کفشو نه الو بری انجام اگه اجازه بدی دیگه من برم سهر بمونید برای شام دست سهر نکنم بمونید دیگه زنگ فداتون میزنم بشم. آقا چنگیزم بیاد قربونت. واردم الان فداتون بشم. برمیگرده فداتون بشم بمونید که برم دیگه. بچه‌ها به درساشون برسن خیلی زحمت کشیدید نه بابا خوشحال چه شدم زحمت قربونت. فقط لطف کنید حتما زنگ میزنم اگه هماهنگ جور می‌کنم شد بهتون آره میگم. فردا چشم. مثلا میام. حتما چشم دست درد بهش نکنه. میگم، زحمت چشم. کشیدی قربونت مرسی هوا جون بیا کیف تو به بردار خدا ما میریم به خدا ما میریم سبت و بعدا فردا اینا اومدن برات میارم باشه قربونت. دست قربانت. درد خیلی لازم خوشحال نداره شدم که. فدات شم فداتون مرسی بشم. زحمت کشیدی قربانت. ببخشید زحمت نبود خیلی بچه‌ها خوشحال شدم نه شدم خیلی خوشحال شدم قربونتون برم زحمت خداحافظ. کشیدی مرسی خدا. حالا کافشن در چیگو ببین ببین. زحمت نکش تو رو خدا دست نزن زحمت نکش بابا برم قربونت برم دست درد نکنه زحمت نکش در چیگو نایسه اذیت می‌کنی نه قربونت بابا برم خواهش بده دارم بده هوا اینجا بیان فاتیا قوی شده هوا قوی شده همینجا بفرمایید بفرمایید اذیت نکش قربونتون برم هوا بیا هوا بپوش کاپشن تو خاله بپوش سرده میشه بپوش خداحافظ خوش اومدید زحمت کشیدید خداحافظ